درود دوستان گرامی، خوش آمدید با شبکه خودتان. در این دیور یک گفته بسیار عجیب، دلچسب و همزمان موتیواسیونی رو دسترس کردم. اون رو میخواهم که پیشنهاد شما کنم. اگر پسندتون هست علامت لایک رو فراموش نکنید، دوستانتون رو دعوت کنید و با دیگران فرستید. میگوید هر ضربه که میونت رو نشکنند تو رو قوی میسازد. ضربه های روزگار درسند و درس های روزگار عامل تغییر شخصیت و تغییر خودی راهی است برای رسیدن به موفقیت. اگر تغییر خودی میخواهی میباید از حیات درس آموزی. درس های روزگار مفت و آسان نیستند. برای درس آموختن میباید ضربه های زندگی رو تحمل نمایی. هر کی سختی ها رو تحمل کند به کامیابی رسد و هر کی پیروزی بخواهد باید مهر آن را پرداخت نماید. پیشوای استادان عالم سید فرزندان آدم درود خدا بر او فرموده بودند که هر آینه با غم و اندوه ها کشایش هاست و در صبر کردن ها پیروزی. با امید موفقیت. بدرود.